سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به این ویدیو. اومدم تو این ویدیو بهتون 10 تا از خفن ترین گانای مولتی رو بهتون نشون بدم. البته 11 تا، چون 11 تا لودات داریم. اولی جنجال شروع میکنه با HDR، خفن ترین گانی که میتونی رنج دور، نزدیک، بتل رویال، مولتی پلیر روش حساب کنید. که مثلا میخواین برید تک به هر چی میخواین بزنید، تک به مثلا 1، تک به 2، هر چی بخواید بزنید روی HDR حساب کنید. داخل مولتی هم که دیگه سلطانه. بریم سراغ گان دوم. اسمشو بلد نیستم هنوز، چون هنوز بهش عادت نکردم. گان دیده این که رنج نزدیک و دور رو نمیتونم بگم خیلی خوب میزنم. با دستم تست کردم، با دستم نمیشد. با دست خیلی لگد داره، ولی تونستم لگدشو بگیرم تا جایی که امکان داشت. گان سوم چیزی نیست به جز منوار گان آرومیه ولی از داخل وحشی. منظورم چیه؟ تیر کمی میزنه ولی وحشیانه هم میزنه. راه دور، نزدیک، متوسط همه رو خوب میزنه. هیت فایرشو نیستم زیاد. و بریم سراغ گان بعدی. و هیچی نیست بجز تایپ 25، بهترین گانی که میشه از راه دور باش کیل گرفت. متوسط و بدون ایم یا همون هیت فایر هم که سلطانه. اینجا اتچمنت رو اشتباه گذاشته بودم، اتچمنتش رو عوض کردم یه لحظه‌ای. اونجا چون لیزر نداشته باشه دقت تیرش خیلی میاد پایین. اینم از اتچمنت اسکرین شات بگیرین، چون هم هیت فایرش خیلی قویه، رنج نزدیک، رنج دور، رنج متوسط. این گان فف آروان، تلفظش رو نمیدونم درست گفتم ولی ببخشید. بعد این گان فاصله دورش با دست تست کردم یعنی متوسطه. با دست مثلا کسی که با دست حرفه‌ای شاید مثلا بتونن دور رو بزنن ولی نمیتونم من. واقعا گان خیلی قوی بود، هیچ فایش خدا بود. و بریم سراغ NK44، خفن ترین گانی که خفن ترین رو نمیگم چون گان خفن تر هم داریم. این گان رنج دورش اوکیه، لگدش اوکیه، تیراش هم اوکیه و میشه ایمش هم اوکیه که مثلا قشنگ بتونید انیمی ها رو بخورید. تستش هم میریم. و گان هفتم چیزی نیست بجز اودن یعنی این چند سیزن ترکونده. راه دور اوکی، متوسط اوکی، هیت فایر اوکی، همه چیش اوکیه. یعنی خیلی وحشی تر از اون چیزی بود که انتظار داشتم. اودن هم توی بتل هم توی مولتی اصلا سلطان شده، همه رو میخوره قشنگ. و بریم سراغ گان هشتم M13. اینجا دوباره یادم افتاد یه اتچمنت اشتباه گذاشته بودم، این خفه کنش بود که رفتم عوضش کردم. و این گان یعنی راه دور، نزدیک، هیت فایر و مثل 25 دیگه، تایپ 25. خیلی این گان قویه. M13 اگه میتیکشو دارین که خوش به حالتون، خیلی قوی تر از اون چیزی که فکر کنید. لجندش هم دارین خوش به حالتون. و لجند و میتیکش خیلی فرق داره، یعنی اتچمنتش با این که من گذاشتم. این برای گان عادیشه. بریم سراغ گان بعدی و این بگم که M13 هم خیلی خفن میزنه، دور نزدیک همه چیش اوکیه. بریم سراغ گان بعدی. اینجا رنگش اصلا دوست نداشتم، اینجا اومدم سراغ این گان. بتل پسش هم داشتم ولی با ایم بتل پسش خیلی از ایم بتل پسش بدم میاد، برای همین از این عادیش خیلی بیشتر خوشم میاد از ایم عادیش. این هم از اتچمنتش، راه دور، نزدیک، هیت فایر، همه رو میزنه، همه اصلا کل گانو خوب. وای سلطان کورداک مگه میشه نشناسین؟ این گان ببینید دور عالی، از اون چیزی که واقعا فکرش کنید این گان قوی تره. هیت فایر اصلا کورداک معروفه به هیت فایرش. رنج متوسط هم که اصلا اینگو مثل هیت فایر هم بزنید اوکیه، 80 تا هم تیر داره. و رنج دورش یه کوچولو اذیت میکنه ولی بازم خیلی خفنش میکنه. و بریم سراغ گان آخر یعنی گان 11، ولی اینجا زاید 10 چون من 11 تا لودات داریم دیگه. و چیزی نیست به جز این گان دارم تست بتلش هم میذارم، یعنی اتچمنت بتلش لیزره. اینم لیزره. اینجا فقط چی کردم اونو زدم ببینم چه شکلی میشه.
اتچمنت بتلش لیزر بود. اگه میخواین اتچمنت بتلش هم بذارم، یعنی یه ویدیو از 6 تا اتچمنت بتلم بذارم، حتما لایک و کامنت بزنید. داخل کامنت هم بهمون بگین که لا شدم، مثلا همه چی دارم اشتباه میگم. خب بریم سراغ تست گانا. اول اینجا میریم مپ باتا که استارت کنیم، بریم گانا رو تست کنیم ببینم از چه اوضاعه و استارت رو میزنیم که بریم ببینیم چه خبره. و اینجا یکم حواسم گرم شده بود به یه چی دیگه. استارت رو زدیم، بریم برای تست گانا. خب بریم. خب بچه تا اینجا ویدیو با ما بودید، لایک و ساب نکردید، لایک و ساب رو بزنید که بریم سراغ بقیه ویدیو. اینم یه دونه اشوه بود که گفتم بیام. اینجا اول بات ها رو بیاریم، 4 تا بات بیاریم، تنظیمشون کنیم و بریم. اولین گان دیارج رو نمیتونستم تست کنم. چرا؟ چون از اونجایی که دیارج گانی چیه جز 10 تا گان لوداتم حساب نمیشد، جز اون خاصه بود، نتونستم تستش کنم. این گان نگاه کنید، اول نگاهشون کنیم. یه 2 تا کیل هم اول گرفتم. نگاهشون کنیم اوکیه، یعنی با دسته خیلی اوکی میزنه. سعی کردم لگدش رو خیلی کم کنم، ولی دسته مشکلش اینجاست که مثلا امکان داره از رو انمی یهو 360 بزنم برم روی یه نفر دیگه. فکر کنم تست دستشو نذاشتم با دست مثلا لگدش رو کنترل کنم. اینجا رفتم سراغ گان بعدی. اینجا اصلا حواسم به چیزا نبود، تست و ایناش. و منو وار این گان اصلا میخوره. نگاه کنید، اگه البته تیراندم بهش میخورد. اینو نگاه کنید، 1 2 3، یعنی با یه خشاب اونم تازه روی دو نتونستم بزنم. یعنی 10 نفر میتونه به یه نفر رو بزنه. منوار خیلی وحشیه منوار. و اینکه این هم از این بدون مثلا تست لگد بود که لگدش رو کنترل کنم. من داشتم کیل میگرفتم. این سراغ گان بعدی و تایپ 25. اینجا اولیو میزنیم و اصلا چی گفتم؟ اینگاه مثل تک به دعا بود. اول نگاش میکنیم اینو موضوع چه خراب، اوضاع چه خراب، چی گفتم اصلا؟ اوضاع چه خبره. اینجا ببینید اصلا 4 نفر رو اینجا هم یکم بد زدم، وگرنه 4 نفر رو میتونستم راحت بزنم. اینجا نشستم زدم و اینکه خیلی ایمش دقیق، راه دور اصلا کرک و پرم ریخ. تایپ 25 هم که هیچ وقت ضعیف نمیشه. بریم سراغ FFR1. اینجا نگاش میکنیم اول و اینکه دوباره این قسمتش هم بذاریم قسمت تامنیل و بریم. اینجا اولیو میزنیم، دومی هم میزنیم، بعد اینکه اینجا میزنیم. ببینید این گان ریلودش یعنی خشابش کمه، ولی تست دور و نزدیکش اوکی نیست زیاد. یعنی با دورش با دست میشه که کیل گرفت، ولی مثلا برای یه تازه کار خیلی سخته. اینجا میبینیم شاید کیل از راه دور بودیم. این از راه دور حساب نمیشه، یه دور رنج متوسطه، ولی راه دورش هم داخل یه مچ عادی تست کردم، نتونستم ویدیوشو بذارم. اینجا هم داریم تست کنیم و اگه تیرای من بهشون بخوره اوکی تره. خیلی تو مولتی ایمم ضعیفه تا بتل. بریم سراغ NK44 و نگاه کنید این گان قشنگ با ایمش، یعنی جوری که با ایمش حال میکنید با گان اصلا میری رو فضا. اول اینکه اینجا اومدم این گان رو تست کنم، این یه دور بدون لگد بود که یعنی بدونی که تست قدرت لگدش رو بگیرم. این یه دور اول بدونی که لگدش رو بگیرم زدم. حالا بریم نگاش کنیم، یعنی جوریه که من میام از راه دور میزنم ولی لگدش رو یک ذره دست نمیزنم با دست. اینجا میبینیم که راحت میخوره این یارو. این یارو هم که اصلا ببین اگه من تیرام اینقدر ول ندم میتونم راحت همه رو بزنم. اینجا میبینیم که داریم شاهدینیم که داریم همه رو میزنیم و اینکه سعی میکنم از راه دورا رو بزنم، چون مشکل همه تو راه دوره. راه نزدیک یه چیزایی مثل مکتن و فنک خوبه که اونم یه ویدیو ازش درست میکنم، ولی این ویدیو یه گانه رایفل از راه دور M4 چی بود و چیزی نیست به جز اودین خیلی قویه. یعنی اول کاریم یه تست بدون لگد آورده بودم، یعنی لگدش کنترل. اینجا دیدیم که با 3 تا تیر میکشه. یعنی فکر کنید انمی جلوتون باشه،
با 3-4 تا تیر میخواد بزنه، شما با 3 تیر کارشو خلاص کنید. و میبینیم اینجا سعی کردم چند نفر رو پشت سرم بزنم، اولی رو وقت نکردم بکشم. اینجا هم ریلود میکنیم و ببینید با دستی مشکلی که هست، نمیتونم سری برگردم روی یه نفر دیگه قفل کنم، یه کوچولو طول میکشه ولی بازم میشه اوکی کرد. و بریم سراغ M13 گان وحشی. کنید قشنگ داره میخوره، انمیا جلوش کم میارن. جلو M13 بتلش یه بار تست کردم دیدم اصلا نمیدونم مشکل اتچمنت بتل هم بود یا چی، میخواستم ویدیوش بذارم دیدم اتچمنتش خیلی بده، باید رو اتچمنت M13 بتل هم کار کنم، اونم یه ویدیوش میکنم میذارم. اینجا شروع میکنه به زدن اینا، میبینیم تستش خوبه. تو اینجا هیت فایر رو نذاشتم، سعی میکنم یه جور هیت فایرش رو بذارم. و اینجا هم داریم شاهد اینیم که داریم همه رو میزه. اینجا یه دونه بدون تست لگد زدم، یعنی بدون کنترل لگد. اینجا فکر کنم سعی کردم با دست لگدش رو بگیرم، با اینکه من با دست هیچی بلد نیستم تونستم این قدر لگدش رو بگیرم. و بریم سراغ گان وحشی. نگاه کنید داری میخوره، رسما چیته، یعنی تنها گانی که میشه این قدر وحشی زد همینه. نگاه کنید چند نفر رو راحت میزنم، راه دورش هم اوکیه، نزدیکش اوکیه. هیت فایرش که اصلا من ویدیو دارم 1000 تا، تک به 4 تک به 3 که همش با همین گان زدم، یعنی هیت فایرش اینو خدای. اینجا یه نگاهی بهش میندازیم اینم اوضاعش چه خبره. و اینکه اینجا میریم میخواستم چیکار کنم نمیدونم میخواستم چیکار کنم. اینجا میخواستم تست لگد، اینا تست اینجا با لگده که اینکه لگدش رو کنترل نکردم. این یکی رو میخواستم لگد رو کنترل کنم. نگاه کنید اینجا قشنگ وایساد، یعنی انمی از راهی 30 متری 40 متری واسه 60 70 متری بخواین گانو گولد کنی، این گان اصلا آسان ترین گانی که میشه گولد کرد. من وقت نکردم که گانو گولد کنم، اگه گولدش میکردم شاید هم دایموندش هم میکردم. اینجا دیدیم که همه رو داری میخوره قشنگ، رسما یه جارو برقیه که داره انمی ها رو دونه دونه میکشه بالا. و بریم سراغ غول و چیزی نیست به جز کورداک. نگاه کنید کورداکو تیر زیاد داره، صداش هم باحاله، ایم نزدیک. هیت فایرش که اصلا من اصلا لازم به گفتن نیست، هیت فایرش که اصلا نگم براتون. ببینیم اینجا رفتم عقب‌تر تست از راه دورترش هم بگیرم. ببینید تیرش زیاده، شما بگین اصلا 60 تا میسم بدین، از 20 تا حداقلش 10 تا میخوره، که بگیم 70 تا تیر میستادین 10 تا بهش بخوره بازم میکشه. یعنی تیراژ علاوه اینکه زیاده میتونید راحت همه رو بزنید، همه جوره متوسط دو. اینجا بدون لگدش رو زدم، یعنی بدون که لگد رو کنترل کنم. گانا اینجوریه که تا یه جایی با لگد میرن بعد وای میسن نزدیک تیر. اینجا سعی کردم یعنی با دست لگدش، نگاه کنید با دست لگدش رو گرفتم اصلا تیکون نمیخوره، خیلی این گامش. و بریم سراغ گان آخر. این گان دیگه سم خالصه، ویدیو اتچمنت بتلش رو دارم، قشنگ تو بتل لیزر بود، قشنگ رسما میتونستم چیت براش بذارم. چیت یعنی منظورم اینه که به عنوان یه چیت معرفیش کنم. یا که اینجا با بدون لگد تستش کردم، رفتم لگدش رو بگیرم. یعنی بکنید گانه چون از اونجایی که ضعیفه، به خاطر چی ضعیفه؟ داخل بتل که میتونید پرک خشاب بندازین روش. اینجا ضعیفه که چرا؟ هم توی سرعت ریلودش، هم توی کم بودن تیراش و خیلی مشکل عذابه. یعنی مثلا میخواین 2 نفر رو نفر سومی نفر چهارمی رو بزنید، امکان داره که تیراتون کم بیاد، ولی اگه دقیق بزنید میتونید با همون 8 خب این هم برای آخری ویدیو 6 نفر رو شوخی کردم. اینجا هم برای آخری ویدیو. مرسی تا اینجا ویدیو با من بودید، لایک و ساب کردید و تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.